پادشاه خوشوقت و سرحال ناوقت به آسیاب برگشت. نزدیک عصر بود و گنجشکک‌ها سر و صدا را انداخته بودند. آسیابان منتظر و پریشان به نظر می رسید. همه را فهمیده بود. از فرط غضب می لرزید و مثل روز اول قبر ترسناک و غریب می نمود. پادشاه مثل مرچه‌ای که از DDT یعنی یک نوع دوای حشره کش بگریزد به عقب گشت. آسیابان گفت: حال خانه پدرت از ارزن پر می کنی. زدش. مالاندش و مثل رابر کشش داد. پادشاه فشنگ ها و خریطه ها را با زحمت حفظ کرد و به چوب دست لنگان به زیر تختش خود را رساند. آسیابان فحش می داد و پادشاه آرزو می کرد که پدرش زودتر بمیرد. آسیابان جوالهای گندم را سر و سر کرد و دروازه آسیاب را زنجیر انداخت و تا عصر نیامد. بعد از همان روز پادشاه دید که آسیابان کار نمی کند و مرتب در نور کمرنگ آفتاب ریشش را تار می کند و باد می دهد. 2-3 هفته بعد از قضیه فشنگ ها آب جوی قطع شد. باشی امین آمد و روبروی آسیابان ایستاد. قسمی که فکر می شد حرف دهانش به دماغ آسیابان می خورد. ما خواهد از اینجا میرم. بفاید است که اینجا باشیم. بعد دلم می کنی تو هم برو. پیش از او که دارن دندانت از زیر خونی یکی کنن تو هم از اینجا برو خوب است. مرکز برو. یعنی بعض مراکز چریکی است که بس از روسا می جنگن. اصلا میتن و نان میتن. باشی امین این را گفت و به جرز دیوار خیره شد. چی کنم؟ من ای بچه چی کنم؟ او به دوم ما بسته شده. من همراه او چی کنم؟ من از او صابونم ساخته نمیتونم. من نمیتونم او را الا کنم. آسیابان خاموش شد و در حالی که به پادشاه نگاه به نهایت انداخت این را گفت: وقتی اونا باشه چی میکنی؟ باشی گفت و زور پیمانه کرد و رفت به گفته خودش به کوها برآید. آسیابان به تخته دروازه تکیه کرد و فضا را با آه سوزان اندود. پادشاه دقایق بعد برآمد مثل سوسمار شده بود که از زیر شن ساحل برآید و به آب رها شود. چوب زیر بغلش را گرفت و با لرزش کمر و پا بیرون رفت. و پدرش اعتنایی نکرد. برآمد و به طرف جوی دید که آبش کم شده و ریگ و سنگ‌های صافش در حال خشک شدن بودند. پادشاه زبان حال خروش و ترنم جوی و موسیقی بادی که از میان اندام درختان حواشی مزرعه میگشت و با صدای تق تق آسیاب یک جا میشد میدانست. همدام و همراست بودند. با آب جوی نگریست که مثل شاش آدم بیمار باریک و بحال شر میزد و پره آسیاب را دید که یک سره مرده بود تا دیروز که غژغژ دروازه آسیاب او را با خود مصروف میکرد. حال مثل دهان مرده ها باز مانده و پدرش مرموز و اندوهگین با آن تکیه داده بود. پادشاه که برگشت، آسیابان با لحن تغییری گفت: کالا را جمع میکنیم. دیگه آسیا نمیاییم. میریم از اینجا. اشک در چشمان آسیابان جوش زد. پادشاه به سایه پدرش نگریست که در نشست آفتاب دراز شکسته روی سنگریزه ها افتاده بود. درون آسیاب فضای حزن انگیزی داشت. جوالهای سرد و مرتب قصه آرد و گندم را به زحمت حفظ کرده بودند. پادشاه به عقب گشت، دلش خواست بگرید. رفت و به لب جوی نشست و با سنگریزه های صاف و تخم گنجشککیش مصروف شد. لب گرفت و نوک بینیش را دید. زود به تنگ آمد. رفت به درون گندمزارهایی که از ته زده بودنش. باد در میان درختانی که شکل زوزنقه‌ای را داشتند می پیچید. یک گاو به صاحب پوزش را به طرف سلسله کوی تیره بلند گرفته بود. 2 بچه‌ای که از دور به گرگان دشتی می‌ماندند به نظر می‌رسید که از کمر تپه راه را کوتاه کرده رو به بالا راه افتاده بودند. مثل که پیش وانکای گوشبک می‌رفتند. پادشاه دلش خواست باز برود. با یک ساجق چیزی بگیرد. متردد، اغوا شده و بی هدف به بچه‌ها خود را نزدیک کرد. نوک عصای بغلش بر زمین سوراخ به اندازه سکه به جای می‌گذاشت. سرد و خالی شده بود.
رفت زیر سایه یگان درخت توت نشست. کیف نکرد مثل که زیر سایه دیو نشسته باشد. ترش شد و خوشش نیامد. منوک سایه درخت نگریست. باز به فکر فرو رفت. و کهنه فروشی که ماننده که در کارش بد زده و در بازار مکاره چیزی به فروش نرفته باشد، کس دیگر به نظر نمیخورد. احساس کرد ده و قریه خالی شده است. دو بچه از کمر سرک گذشتند. پاچا فکر کرد میروند تا حسابش را با وانکا صاف کنند. دلش خواست که او نیز برود و با وانکای گوشپکه و موزر حسابش را تصفیه کند. فشنگ ها را بدهد و از ساجق ها را بگیرید. از خرید فشنگ ها را کشید. سرد و سنگین بودند و بوی زنگ میدادند. برخاست و به سراشیبی ته شد. زود به جای پای بچه ها رسید. از دور تانک و سربازان را دید. حس کرد که چتر دلش باز می شود. لنگ لنگان قدم بر می داشت و به عقب سیم خاردار که تازه به دور تانک و قراول تعبیه کرده بودند رسید. فاصله از سیم تا تانکر 20 گام بود. پهره‌دار خانه وانکا به خوبی دیدن نمی شد. پیش رویش را تانکر تیل گرفته بود. یک جیپی که با گردبادی که از تایرش برمیخواست نزدیک غرفه وانکا ایستاد و دو صاحب منصب رو سرخ از آن پایین شد. بعد جیب رو به بالا راه افتاد. سربازی که غیر از وانکا بود با بی‌مبالانی نظری به پادشاه انداخت. با دست علامت داد که برود. بعد زیر پیراهنش را از تن کشید و بر روی تانک هموار کرد. از شیردهن تانکر چکه چکه تیل میریخت که زمین را با دایره وسیع چرب کرده بود. چوب‌هایی که پهلویش افتاده بودند نیز چرب و پردرخشش بودند. پاچا سوراخ چشمش را تنگ کرد. بچه ها را که دید به طرف سیم خاردار می آمدند، سرباز سیگرت نیمه بلب گذاشت و دود کرد. اندامش ورزیده و سفت بود و به غرفه اش در آمد. پاچا پر تکلیف بود. یک بار به اطراف نگریست. وانکا را که نیافت به سربازان نگریست که عقب پهره‌دار خانه ایستاده و حرف می زدند. با آنها نظری انداخت مثل این که دشمن خونی هم بودند. با خود گفت همینایی که به ما فشنگ دادن آبجوی مانم گرفتن. از تایرهای سیم پیچ کنار رفت و خود را نزدیک تانکر رسانید. اندام تانکر منظره سربازان و پهره‌داران خانه را مانع می شد. اونا نمی دیدند. خود را از عمل بریافت. مانند این که در میان ابرها راه می رفت، دندانهایش را به هم فشرد و تف چسبناک دهنش را قرد داد. عصایش را به سیم تکیه داد، فشنگ را از خریطک کشیده و زود آتش زد. فشنگ از دم افتاد، اما یک بار آتش گر زد و زبانه کشید. بیشتر شد، وسعت یافت و در دم شعله ها تن تانکر را لیسیدند. بچه ها که نزدیک شده بودند مثل قلاق قار زدند و پریدند و از نظر گم شدند. پاچا مثل این که دیگر سبک، تهی و پر خود شده بود، احوال ناهمگونی که داشت ازش به تدریج زائل می شد. فکر کرد روزها حق دارد بیستد و منظره دلخواهی که برای خود تعبیه کرده است تماشا کند. باز دلش خواست بگریزد هیاهویی که سربازان سراسیمه براه انداختند به وجد و شعف او افزود. پاچا خندید، گویا با سربازان سر شوخی داشت. سربازان می‌دویدند و بو می‌کشیدند و آله‌های ضد آتش را باز می‌کردند. پاچا دلش بود برگردد و قصه را به پدرش حکایت کند. روکی گشتان کسی از مچش گرفت، تابش داد و او را بروی زد. به هوش که آمد در اتاق سنگینی خود را یافت. جانش پردرد بود و سوزش نامطبوعی در آرنج‌ها و زانوهایش حس می‌کرد. گری خورده افتاده بود در کنج اتاقی که بوی پاپیچ و چرم خام میداد. چشمهایش را بیشتر گشود، عصایش را که نیافت خود را باز کرد و به دیوار تکیه داد. اتاق تاریک و یا خاکستری بود. از دو سوراخ به اندازه نعلبکی روشنی در می آمد. پاچا دستش را به زانویش کشید. مرطوب شد. بو کشید. بوی خاک و خون میداد. جانش را درد که رو به زیادی می رفت تسخیر می کرد. با اتاق نظر انداخت. فهمید که هیچ چیز وجود ندارد.
زمین نمناک و مرطوب بود. از سوراخ یک دیوار به بیرون نظر کرد. تانکر نفت را دید که دودی بود و تایرهایش چین خورده و از باد افتاده بودند. مثل این که مال دوزخ بودند. دلش خالی شد. درد را فراموش کرد. با خود گفت: او بچه ها به کلایی گفتن، به پدرم گفتن. قیافه پدرش جلوش سبز شد که با یک رده دندانهای بریخت به او لبخند می‌زند. فکر کرد پدرش حال به در سر رفته است پیش باشی امین. کمی غمگین شد. تشنه بود و حس کرد مثانه‌اش باد کرده و تیر می‌کشد. در اتاقک باز شد و یک کوم نور چشمهایش را آزرد. دو افسر چاق و یک رنگ وارد شدند. سبابه هایشان را به طرف او گرفتند. با هم حرف زدند. تند و نرم شدند. باچا هرچی غور کرد چیز سر در نیاورد. با مدل های آنها نظر کرد که به اندازه ته گلاس برای سینه‌شان آویزان بود. باچا مثل یک شی غریب گرد گرفته و شکسته زیر آهن پوش یک بام و یا انبار دکان کهنه فروشی افتاده بود و با آن دو نگاه می‌کرد. آنها که رفتن باچا به یاد آسیاب افتاد. با آن همه لذتی که از مناظره اطراف آن می‌برد، با جوی سرشار از آبی که یک زمان می‌جهید مثل پشت شتر گره می‌خورد و بعد صاف می‌شد. به یاد آن که می‌رفت و پاهایش را تازه‌رو با آب می‌سپرد و از زیر لب اشپلک می‌زد که با دردم می‌رسید و گوش‌ها و پس گردنش را سرد و خنک می‌کرد. به یاد شانه‌های خمیده پدرش افتاد که از یک سر تا سر دیگرش مثل مرتع بی پایان وسیع و زیبا بود. به دستانش و آن بازوان گرهدار و عضله‌های گوله‌ای که جوالهای 10 سیره را مثل پرکاه از جا بلند می‌کرد، به یاد کلاه مهردوزی و ریش باد کرده‌اش که آرد اندوه بود، که کلاهش به شکل گنبد و ریشش را به شکل ناژوی پربر در می آمد. به یاد سیلی خوردن‌های از دست پدرش افتاد که با آن عادت کرده بود که هیچ کینه را بر نمی انگیخت. باچا بارها افتخار کرده بود که پسر چنین موجود پرزوری است. شام فرا می رسید و باچا عصبی و خلق تنگ می شد. سرنوشتی که دامنش را گرفته بود تا همین جا برایش جالب بود. بعد از این خسته و دلزده می شد. تنها و پوچ بود. مثل یک قوطی خالی در مجرای فاضلاب یا خاکستر سیگرت در ته یک سیگرتدانی. باز مثانه‌اش هشدار داد. باد کرد و تیر کشید. برخاست. با گام‌های ناهماهنگ و مکروه به طرف دیوارها رفت و بر آنها دست کشید. کمی بلند گفت: هیچ جایی نیست که شاش کنم. قسم خورد برای زمین نشاشد. گفت: حالا میاین کار یک طرفه میکنن. دوباره که نشست نقشه فرار در ذهنش خطور کرد. دانست که زیاد هم نباید احمق باشد. عصایش نبود، تشنه بود، سوز داشت و مثانه‌اش پر می‌شد. فضای خاکستری از اتاقک رخت برمی‌بست و او خود را سرگرم می‌کرد که آماده آفت باشد. یک بار واهمه برداشتش. دانست که رشته و قافیه را از دست داده است. شب بشد و شوخی نبود. احساس کرد که تمام بدنش از کلاه ساخته شده و اگر او را بزنند ازش گرد و خاک به هوا برمیخیزد. و گفت: ما آدم نکشتیم. درونش ذوب شد. حس کرد پایان می‌یابد. قیافه خونین دلاور پیش رویش مجسم شد. زنخ نداشت و 4 گلوله به دماغ و کله‌اش خورده بود. وحشتناک بود. دلش خواست خود را نیازارد، اما وحشت دلش را انگولک میکرد. خیال میکرد به تیزی و سرعت موتر در میان درشته دیوار سنگی پیش میرود. بوی بارود و گلوله داغ به خاطرش آمد. دلاور در اتاق بود. قیافه میگرفت و زنخ پریده‌اش را به طرف او پرتاب میکرد. در چند لحظه باید مراقب وضعیت تازه می بود که انتظار نداشت. تصویر گلوله های سربی و داغ لحظه آرامشش نمیداد. جانش شل و خفه شد و مثانه‌اش بیشتر باد کرد. برخاست و با فضای خالی اتاق را بغل کرد. با دست دیوارها را لمس کرد. دانست که از خشت ساخته شده است. این کشف احتمالاً هیچ به دردش نمیخورد. بینیش با یک تار عنکبوت تماس کرد. از ترس در جا خشکش زد.
حس کرد که ماده سیال و مذاب در وجودش در گسترش است. در را با دست یافت. با مشت ضرب گرفت. نخست آرام و بعد خشمگین صدا زد. هی هی! اما مثل باد در صحرا تنها بود. دلش برای بیرون رفتن تنگ شد. احساس ضرورت خاص و معین به آسیاب پیدا کرد. خفه می شد. جا به جا نشست و به دیوار سرد تکیه داد. مثل سگی که دمش را بو می کشد، سرش را میان زانوهایش فرو برد. کف دستهایش را به گوشهایش گرفت. فکر کرد سالها باید همین جا بماند. یعنی آدمهای شوخ نیستند. این تصویر بر وحشتش می افزود. خیال می کرد که گرمی وجودش با بخاری مبدل شده و فرار کرده است و جایش را به سردی پایان ناپذیر و ممتد که او را به نابودی سحق می داد خالی کرده است. خیال می کرد که از سقف دانه‌های بزرگ، آبدار و سرد برف به جانش می نشیند. اشک در چشمانش جوشید. خود را با دلایل و مناظره آماده و حاضر سرگرم کرد. با پدرش اندیشید. فکر کرد که کالا را جمع کرده و رفته است. آسیاب خاموش است و درونش موشهای با فراغت و بی‌درد و سر می پرند و میان جوالهای پرگرد راه می روند. پادشاه که از این خیالات فارغ شد، چیز نماند که با آن سرگرم شود. دانست که باید غم جانش را بخورد. سرش را که بلند کرد، متوجه شد که دو چشم خمار و دریده‌ای به طرفش می نگرند. ترس و دلهره با گودال بی سر و تهی گزارش کرد. پنداشت که دلاور لحظه‌ای از او جدا نشده و روبرویش چهارزانو زده است. قواره می کند و با دست خونین زنخ شکافته اش را که ماده غلیظ شبیه به مربای آلو بالو از آن می چکد نشانش می دهد. مثانه اش باد کرد، گوشهایش به صدا افتاد، مثل این که جانش از گوشهایش می برآمد. به دور خود چند برزد. کرخو بهس شد. از دور صدای به گوشش رسید. های های وی وی! فکر کرد صدای پدرم است، یا صدای شغال و یا باد. یکیش نبود. هیچ ندانست. فقط یک موجود پر رمز و آزاردهنده روبرویش تنهایی. یکیش نبود. هیچ ندانست. فقط یک موجود پر رمز و آزاردهنده روبرویش تنهایی را بر او حرام می کرد. پادشاه از درون آب شد. همه اش جریان یافت. کمی رخوت و لذت در بر گرفتش. لرزید و با زحمت دستش را میان پاهایش برد. خواست باور نکند. دلش بود گریه کند. از خشتک تنبانش مایه گرم شر زد و زمین زیر پایش را ترک کرد. مثانه‌اش خالی می شد.